کردم تو تجهیزات پزشکی اینقدر جلو باشیم. چجوری این پیشرفت اتفاق افتاده؟ به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و از اینکه به این عرصه دارید میپردازید خیلی ممنون شما هستم. ما در زمینه تجهیزات پزشکی رشد خیلی خوبی داشتیم. شرکت‌های تولیدی بسیاری در کشور فعال شدند و تونستیم صادرات بسیار گسترده‌ای به اقصا نقاط دنیا داشته باشیم. بازارهای هدف بسیار خوبی رو تعریف شده برای واحدهای تولیدی ما و ما این مزیت رو داریم که کشورهای همسایه ما، کشورهای جنوبی خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه، اینها میتونه جزو بهترین بازارهای هدف ما باشه. ما تو بعضی از دستگاه‌های پزشکی نه تنها تولید داخلی رو جواب میدیم، میتونیم به صادراتش نگاه کنیم. الان ما توی همین سالن میتونید شرکت‌هایی رو ببینید که تولید کننده دستگاه‌های سانتریفیوژ هستن. همین شرکت قبلیمون خب من در جریان نبودم. بله من واقعا این تولید یه تولید بسیار شایسته‌ای بود. برای اولین بار در ایران 20,000 دور سانتریفیوژ. این کار بسیار سختی بود، جزو موارد کاملا تحریمی بود. ما تونستیم، این دوستانی که هستن توی این شرکت تونستن این کار رو انجام بدن. خوشبختانه سی اروپا رو دارن، تونستن به چندین کشور صادراتشو انجام بدن. 50% قیمت خارجیش هم هست. حتی اصلا بحث قیمت به جای خود، من میگم کیفیتی که اینها ارائه کردن. باور بفرمایید توی نمایشگاه قبلی که ما داشتیم، نمایشگاه علوم آزمایشگاهی، حتی بعضی از دوستان خودمون هم که اومده بودن میگفتن این واقعا ایرانیه. درست. یعنی شما تونستید این رو بزنید. کار فوق العاده کار خیلی خوبی بوده. آقای بیدارفر یه نکته‌ای، ما اون نمونه رو خب خودمون تولید کردیم، ولی بر اساس شعار سازمان جهانی بهداشت که فرمودین کنترل فشار خون. اصلا کنترل فشار خون شعار امسال بوده. تو خونه واقعا حالا اینو که نداریم، در حال هنوز مجبوره به واردیم. بله. به عنوان مثال این نمونه چنده؟ چون تو منزل اون خصوصا اونایی که سالمند دارن نیازی که داشته باشه. اصلا یه واقعیتی که ببینید، اولین ما چند تا شیطان توی زندگی ما هست که یکی از این شیطان ها نمک. این نمک وقتی سم سفید واقعا متاسفانه، البته الان میبینم وزارت بهداشت برنامه خیلی خوبی تو تلویزیون گذاشته، خوبه که دستش خوشنمک. خب اینا عادتایی که باید ما فراموش کنیم. ما امروزی که با اینا رو بذاریم کنار، فشار خون واقعا داره، یعنی در حد وحشتناکی داره آسیب میزنه به ما و راه کنترلش اینها حدوداً این که هنوز ما مجبور وارداتش مجبور به وارداتش هستیم. اما ببینید ما واردات قرار نیست هیچ کشوری همه کالاهاشو خودش تولید کنه. اصلا طبیعت اقتصاد این رو نمیگه. بعضی وقتا مجبوریم بعضی از کالاها رو وارد کنیم. چه بهتر که ما بیایم برندهای خیلی خوب، کیفیت خیلی خوب، سلامته. بله، چون با سلامته. شما این یه پوشاک نیستش که یه زمانی هم حالا اگر یه اتفاقی بیفته حالا نهایتاً عوضش کنه. این با سلامته. دستگاه‌هایی با کیفیت بسیار خوب. عرض می‌کنم خدمتتون حدوداً بین 130 تا 170 هزار تومان مدل‌های مختلف داره. بله، آپشن‌های مختلف داره این دستگاه. یکی که یه مدل که آپشناش متناسب با مصرف خانگی، خیلی حرفه‌ای و اینا نیست، کدوم مدل بچه؟ عمدتاً این دستگاه‌ها مصارف خانگی دارن و به استفاده اینا یوزرشون به راحتی میتونه ازش استفاده بکنه با بستن به مچ دست و فقط با یک دگمه، اشاره یه دگمه فشار خون رو به حالت کاملا دقیق چپ میتونید و باید میشه کمکم بکنید. بله. و این الان اکتیوه، میشه کار بکنه. بله. خب ما اگه فشار داشتیم چیکار کنیم الان؟ شما فشارت مطمئنم خوبه. بچهای صدا هیچ کدوم فشارشون بالا نمیره. خب الان چجوری کار میکنه؟ با فشار دادن این دگمه به همین سادگی. یعنی چند ثانیه طول می‌کشه تا فشار رو بنویسید؟ ببینید اینا برای اینکه باید حد اکثر 7 ثانیه طول می‌کشه. بعد از 7 ثانیه البته من اینو باید برای شما تکمیلش کنم. باتریشو خاموشش کردی؟ بله من خاموش کردم. به این دلیل می‌خواستم الان نمیشه ما فشار رو بگیریم؟ چرا؟ میتونم الان روی دستگاه دیگه‌مون براتون نشون بدم. الان اشاره می‌کنم وقتمون کمه و تا من برسم این دستگاه رو امتحان بکنم فرصتش نیست. آقای بیداری‌فر داشتیم می‌دادیم با مهندس که صحبت بکنیم. گفتین 130 تا چند؟ 170,000. 130 تا 170,000. بله. اینجا چند درصد تخفیف میدین؟
اینجا ما حدود 20% تخفیف برای نمایشگاه در نظر گرفتیم. 20%؟ بله بله. و غیر از این گوشی ها این رو هم چون مردم دیدن قیمتش رو میفرمایید؟ بله، این حدود 110,000 تومان هستش که با کیفیت، حالا من نمیخوام در مورد کیفیت صحبت کنم، ولی یه چیزیه که تمام پزشکای ما این رو تاییدش کردن تقریبا. و مهمترین نکته اینه که با تایید اداره کل تجهیزات ایران وارد شده، دارای CE اروپا هست، بله. FDA امریکا هست که اجازه فروش در این کشورها هم داره. بسیار خیلی بله. متشکرم آقای بیداری. در حال انشالله اونایی که تولید میکنیم قوی تر بشه با صادرات بیشتر، اونایی که نداریم برسیم به مرز تولیدش انشالله. من به شما یه نکته رو عرض کنم. اتفاق خیلی جالبی که توی صنعت پزشکی ما افتاده بحث این هستش که ما امروز حرکت هامون رو به جلو خیلی خوب بوده. ما از نقطه A به نقطه B و C رسیدیم، اما حقیقتش اینه که خیلی راه طولانی داریم. چون پتانسیل این رو داریم در کشور ما. جوانان ما، تحصیل کرده های ما هم پتانسیل این رو دارن، چه از نظر علمی چه از نظر سرمایه. و من امیدوار این هستم به روزی رو ما ببینیم که در قبال هر $1 کالای وارداتی تجهیزات پزشکی شاهد $10 صادرات کالای پزشکی باشیم و این حق ماست و این دور از ذهن نیست. مطمئن باشید یه روزی ما اگر فکر می‌کردیم در مورد مانیتور علائم حیاتی، اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسید وارداتش بود. اما امروز باید با افتخار بهتون بگم شرکت‌هایی رو ما داریم تو ایران که شما اینجا می‌بینیدشون، دارن به کشورهای بسیار مطرح اروپایی صادر می‌کنن و این واقعا افتخاره برای ما. خیابون آزادی روبروی دانشکده دامپزشکی، خیابون زاره پلاک 6. آدرس راهیان طب سباست که دیدین چه محصولاتی دارن، خصوصا اونایی که سالمند دارن فشار خون مرتب کنترل بکنن. یکی از شروط مهارش همین کنترلشه، مرتب چک کردن. و www.rahiyanteb.com و 021 61 958 خط ویژه هست. راهیان طب سبا. ممنون. خیلی خوشحال شدم. نماهنگی آماده است. مهمونید در این جمعه و تعطیل به شنیدن این آهنگ و بعد از اون ما نمای بازار از ایران هلس 17 ادامه میدیم. ای ایران با جهان باشد نام تو ما جاودان.